صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. صدای انجیل تقدیم می کند آغاز کلیسای عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، 5مین قسمت از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، حق‌جویان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در قدرت روح خدا زندگیتون رو در معرفت و حکمت الهی به سر بیاورید و در کلام او تفکر و تعمق کنید و روز به روز به خدا یکتا نزدیک شوید. 10 روز بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، یعنی در روز پنتیکاست که روز آخر جشن‌های نوبر محصولات در اسرائیل بود، روح خدا یا روح القدس که وعده آن را انبیای اسبق خدا و خود عیسی مسیح بارها و بارها به رسولانش داده بود، از آسمان نازل میشه و بر رسولان و پیروان عیسی مسیح فرود می آید و آنها را از روح خدا پر می کند. آنان در اورشلیم و در بالاخانه منتظر ظهور این وعده آسمانی بودند. بر اثر نزول روح خدا بر پیروان عیسی مسیح صدای عظیمی همانند قرش باد شدید در سراسر اورشلیم شنیده می شود. پس جماعت بسیاری که در آن زمان از اقصی نقاط عالم برای عبادت و زیارت و پرستش خدا به اورشلیم آمده بودند، در نزدیکی محلی که رسولان جمع شده بودند جمع میشن تا ببینن که چه اتفاقی افتاده. آن وقت پتروس به نمایندگی سایر رسولان رو به جماعت میکنه و از تورات مقدس دلیل و برهان میآورد که آنچه به وقوع پیوسته، یعنی نزول روح خدا بر آنان، مطابق پیشگویی‌هایی است که انبیای خدا نمودند و سپس بشارت انجیل مقدس را به سمع مردم میرسونه و به مردم ثابت میکند که آن عیسی مسیح را که خود آنها او را مصلوب کردند، خدا او را از مردگان برخیزانید و او امروز منجی و نجات دهنده بشر و در حضور خداست و هر کی که به او عیسی مسیح ایمان بیاورد از این عطیه آسمانی، یعنی روح القدس، روح خدا، بهره مند می شود. بر اثر پیام حیات بخش انجیل که توسط پتروس رسول بیان گردید، در آن روز 3000 نفر، مخصوصاً از همان افرادی که چندی پیش در مرگ عیسی مسیح شریک بودند، توبه می کنند و به سوی خدا بازگشت نموده و به اسم عیسی مسیح غسل تعمید می یابند و مسیحی می شوند. این واقعه را در فصل دوم از کتاب اعمال رسولان برای شما قبلا خواندیم که البته به طور مفصل نیز به آن اشاره کردیم و توضیحات کامل رو دادیم تا مطالب را شما بهتر بفهمید. حالا با کمک خدا به دنباله آیات فصل دوم توجه می‌کنیم، یعنی از آیه 43 فصل دوم الی آخر فصل، یعنی 47، که درباره نوع زندگی و مشارکت رسولان عیسی مسیح در آغاز تأسیس کلیسا در عالم مطالبی برای ما گفته شده است که ازتون دعوت میکنم با یکدیگر اون رو مطالعه کنیم. پس اگر شما کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل دوم کتاب اعمال رسولان بگشایید تا با یکدیگر گفتار خدا را
بخوانیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. میفرماید در اثر معجزات زیادی که توسط رسولان به عمل می آمد، در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا پیدا شده بود. دقت کنید، بر اثر معجزات زیادی که توسط رسولان عیسی مسیح به عمل می آمد آشکار می شد در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا پیدا شده بود و بدین ترتیب تمام ایمانداران با هم بودند و هر چه را داشتند با هم قسمت می کردند. دارایی خود را هم می فروختند و بین فقرا تقسیم می کردند و هر روز مرتب در خانه خدا با هم عبادت می کردند و در خانه ها برای شام خداوند جمع می شدند. با خوشحالی و شکرگزاری هر چه داشتند با هم می خوردند و خدا را سپاس می گفتند. اهالی شهر بر ایشان احترام می گذاشتند و خدا نیز هر روزه عده‌ای را نجات می داد و به جمع ایشان اضافه می کرد. دقت کنید، نمیگوید که رسولان آدم‌ها را نجات می دادند، بلکه میگوید خدا هر روز عده‌ای را نجات می داد و به جمع آنها اضافه می کرد. در این آیات در حقیقت متوجه میشیم که کلیسای عیسی مسیح چطور به وجود می آید. این آیات می‌بینیم که 4 اصل رو برای ما بازگو میکنه که در واقع اساس کلیسا می باشه. دقت کنید، وقتی که میگیم کلیسا، مقصودمون از کلیسا ساختمان نیست که با گنبدهای بلند و سر به فلک کشیده و یا مکانهای منقوش شده باشه، بلکه مقصود از کلیسا افرادی است که به نام عیسی مسیح ایمان آوردن، اشخاص ایماندارانه و در هر جایی که با یکدیگر مشارکت داشته باشند آن مکان کلیسا می باشه. زیرا کلیسا به معنی خود ایمانداران است، ایماندارانی که این 4 اصل رو که در اینجا الان ذکر شده است در خود داشتن و یا شامل حالشون بود. اصل اول اعتقاد داشتن و پذیرفتن اساس انجیل و یا تعلیماتی که رسولان بیان می‌کردند، که همونطوری که در آیات قبل ملاحظه کردید، صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح اساس پیام انجیل و پیام رسولان خدا رو تشکیل داده بود. این جماعت در آنچه که رسولان میگفتند ایمان کامل داشتند و از آن پیروی میکردند. فراموش نکنید که اکثر آنها خودشون شاهدان عینی این واقعه بودند که چطور عیسی مصلوب شد، مرد و دوباره قیام کرد. نه اینکه چشم بسته آنچه که رسولان میگفتن قبول میکردن، خیر، بیشتر اینها خودشون شاهدان عینی این واقعه بودند و عیسی مسیح رو در زندگی دیده بودند. اساس دوم که کلیسا بر روی آن بنا شده همانا محبت و همیاری و خدمته. میگه آنها آنچه را که داشتن بین یکدیگر تقسیم میکردن. که البته صحبت از محبت الهی میکنه، محبتی که خودخواه و خودپسند نیست، محبتی که شخص از خدا گرفته، تجربه کرده و حالا از آن به دیگران عطا میکنه. اصل سوم در تشکیل جمع ایمانداران یا کلیسای مسیح همون شام مقدس یا عشای ربانی بود که آنها در شام مقدس که یادآور مرگ و صلیب عیسی مسیح بود شرکت میکردند. دوستان عزیز، این فقط یک رسم نبود، بلکه یک واقعی بود که آنان را به خدا و عیسی مسیح نزدیکتر میکرد. آنها خودشون در آن شرکت داشتن، خودشون در این مراسم صلیب و مرگ مسیح دخالت داشتن. پس وقتی که این شام را به یادبود مسیح اجرا میکردن، در واقع یک روح استثنایی در وجودشون بود. آنها با یک روح مخصوصی اون رو برگزار میکردن. چرا؟ چون خودشون جزو کسانی بودن که بر صلیب کردن مسیح رأی داده بودند و حالا به خاطر می آوردن که چه خطایی مرتکب شده بودند و چگونه مسیح عادل به خاطر گناهان آنان جان فدا کرده. و اصل چهارم همانا دعا بود. دوستان عزیز، بزرگترین گنج کلیسا، بزرگترین ثروت یک مسیحی دعا می باشه. شخصی که دعا بیشتر میکنه، شخصی که هر روز دعا میکنه، او از هر نظر غنی‌تر از دیگر انسان ها می باشه. شخصی دعای کم میکنه از همه فقیرتر است. ولو اینکه ممکنه از نظر ثروت دنیوی بی‌نیاز باشه و خیلی هم ثروتمند باشه، اما از نظر عالم معنویت کسی که دعا نمیکنه واقعا فقیر می باشه. بقای هر کلیسا به دعا و ایمان آن بستگی دارد که چقدر در دعا اشتیاق نشون میده، چقدر در ایمان خود پیش میره و رشد در ایمان دوستان عزیز ملزم دعا کردن می باشه. به همان گونه که منبع تماس ما با خدا دعا می باشه، دعا همانند آب حیاتی است که
هر روح تشنه رو سیراب میکنه. کلام خداوند همانند نان حیاتی است که جانهای ما را سیر میکنه. و اگر ما هر روز دعا نکنیم دوستان عزیز، روح ما تشنه تر میشه. و اگر مدتی در دعا غفلت ورزیم، زندگی روحانی ما پژمرده میشه و آن وقت به سوی نابودی میریم. کتاب مقدس تعلیم میده که دعا عامل بقای رابطه معنوی ما با خداست. به وسیله دعاست که ما میتوانیم با خدا صحبت کنیم، همونطور که خدا به وسیله کلامش با ما صحبت کرده است. در آیه 46 میفرماید که آنها هر روز مرتب در خانه خدا با هم عبادت میکردن. نه هفته یک بار، بلکه هر روز. دوست من، این راز موفقیت و راز ترقی در امور معنویت است. هر روز دعا میکردن، هر روز خدا را حمد و ثنا میگفتن، هر روز با خدا در تماس بودن. پس دعا کن تا رشد کنی. دعا کن تا از خطر اهریمن به دور باشی. دعا کن تا مشارکت تو با خداوند قوی تر از بیش بشه. دعا کن تا قدرت خدا به شما عطا شود. دعا بزرگترین نیرویی است که بشر در اختیار دارد. در آیه 43 می‌فرماید که رسولان معجزات زیادی می‌کردند. اگرچه در این چند آیه از نوع معجزه سخنی به میان نیامده، ولی در فصل‌های بعد مشاهده می‌کنیم که چگونه روح خدا که بر آنها نازل شد، آنها قوت پیدا کردند تا همونطور که خود عیسی مسیح فرمود شفا بدهند. زیرا یکی از عطایای روح القدس شفا بخشیدنه که به وسیله قدرت و امر خدا و به اسم عیسی مسیح مریضان شفا می‌یابند. و در فصل سوم به یکی از این معجزاتی که رسولان به وسیله قدرت روح القدس انجام می‌دهند اشاره می‌کند. 11 آیه اول این فصل، یعنی فصل سوم، از شفای یک مردی که لنگ مادرزاد بود سخن می‌رانه و از آیه 12 الی 26 متوجه می‌شویم که بر اثر این معجزه و بشارت 5000 نفر در آن روز به عیسی مسیح ایمان می‌آورند. ازتون دعوت می‌کنم که به آیات فصل سوم توجه فرمایید. ابتدا آیات را می‌خونم و بعد توضیحاتی مختصر به عرضتون می‌رسونم. می‌فرماید: و در ساعت نهم وقت نماز پتروس و یوحنا با هم به هیکل می‌رفتند. ناگاه مردی را که لنگ مادرزاد بود می‌بردند که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام داشت می‌گذاشتند تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهد. آن شخص چون پتروس و یوحنا را دید که می‌خواهند به هیکل داخل شوند، از آنها صدقه خواست. اما پتروس و یوحنا بر وی نیک نگریسته گفتند: به ما بنگر. پس بر ایشان نظر افکنده منتظر بود که از ایشان چیزی بگیرد. آنگاه پتروس گفت: مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. و دستش راست گرفت، او را برخیزانید که در ساعت پایها و ساقهای او قوت گرفت و برجسته بایستاد و خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان داخل هیکل شد. و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تسبیح خوانان دیدند و چون او را شناختند که همان است که به در جمیل هیکل به جهت صدقه می نشست، به سبب این امر که به او واقع شده بود متعجب و محیر گردیدند. چون آن لنگ شفا یافته به پتروس و یوحنا متماسک شده بود، پس تمامی قوم در رواقی که به سلیمانی مسمی است حیرت زده به شتاب گرد ایشان جمع شدند. و اما به تفسیر این آیات توجه فرمایید. مقصود از ساعت 9 همان ساعت 3 بعد از آن می باشه که یهودیان به عبادتگاه رفته و دعا می کردن و غالب اوقات نیز مراسم قربانی رو انجام می دادن. در این ساعت عبادتگاه یا هیکل مقدس دارای دروازه های مختلفی بود. حضرت لوقا می گوید در این روز معین پتروس و یوحنای رسول از دروازه جمیل یا دروازه‌ای که به زیبا شهرت داشت قصد ورود به عبادتگاه را داشتن که برن خدا را پرستش کنن، که در این اثنا با مردی که لنگ مادرزاد بود روبرو میشن. این مکان یعنی بغل دروازه زیبا پاتوق این مرد لنگ بود، زیرا هر روز او را می آوردن و در آنجا می گذاشتن تا عبادت کنندگان محض رضای خدا سکه‌ای به او بدهند.
وقتی پتروس و یوحنا قصد ورود رو داشتن، این مرد از آنها درخواست پول کرد. پتروس و یوحنا همونطور که در فصل 2 آمده است پولی نداشتند، ولی به آن مرد نیازمند می‌خواستند کمک کنند. کمکی که از طریق روح الهی و قدرت سماوی به آنها عطا شده بود. ببینید، نیاز این مرد پول نبود. نیاز حقیقی این مرد سلامتی بود. سلامتی جسم و روح و روان. این مرد تقاضای سلامتی روح و جسم و روانش نکرد، بلکه تقاضای نیاز دیگری که نیاز اصلیش نبود، یعنی پول بود، از پتروس و یوحنا میکنه. پس پتروس و یوحنا با روح الهی، با روح محبت و لطف خدایی نیاز واقعی این مرد را برآورده میکنن و به این مرد میگویند دستهای خود را دراز کن. به نام عیسی مسیح میگویم برخیز و راه برو. فوراً قوزک پاهای این مرد صحیح میشه، قوت میگیره و زمین بلند میشه و قوت میگیره و اون گدای لنگ مادرزاد از جا میپره و حالا برای اولین بار میدید که روی پای خودش ایستاده. پس شروع به جست و خیز کنان و ستایش خدا نمودن، از خوشحالی شروع به رقصیدن میکنه و خدا را دائما حمد و ثنا میکنه و همراه پتروس و یوحنا وارد عبادتگاه میشن و با صدای بلند خدا را به خاطر اینکه از طریق این دو رسول سلامتی به او داده است خدا را حمد و ثنا میگفت، نه پتروس و یوحنا را. این حرکات و ستایش او مردمی را که به عبادتگاه آمده بودن به خودش جلب میکنه و فوراً دور تا دور پتروس و یوحنا جمع میشن. همه آنان این گدای لنگ مادرزاد را میشناختند. همین چند لحظه پیش بود که او رو دیده بودن و چه بسا به او سکه داده بودن که مزد رضای خدا بره خرج زندگیش بکنه. همین چند لحظه پیش او رو روی زمین نشسته دیده بود. اونها اینو میشناختن، میدونستن که او قادر به حرکت کردن و ایستادن نبوده. پس چه شده که اکنون سالم شده و جست و خیز کنان داره در عبادتگاه راه میره؟ دانستن که معجزه‌ای شده، در نزدیک خانه خدا معجزه‌ای شده. پس آمدن تا تحقیق کنن که ببینن که چطور این معجزه به وقوع پیوسته. حالا قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، لازم میدونم توجه شما را به یک مطلب اینجا جلب کنم، و آن اینه که این پتروس و یا یوحنای رسول نبودند که این مرد را سلامتی بخشیدند. آنها قدرتی نداشتند، بلکه قدرتی که داشتن در نام مسیح بود. قدرت در نام مسیح به آنها داده شده بود. آنها به نام عیسی مسیح او را شفا دادند. چرا؟ زیرا در نام مقدس او قدرتی است بی نهایت عظیم و معجزه‌آسا. خود مسیح فرمود که خدا تمامی قدرت را به من عطا کرده است و حالا مسیح به وسیله این قدرت نامریش توسط پتروس و یوحنای رسول این معجزه میکنه و قدرت خیش را در برابر همه آشکار میکند. در نام مسیح قدرتی هست که هر کسی که به او ایمان بیاورد میتواند این قدرت الهی را به دست بیاورد، زیرا مسیح اشخاصی که تسلیم او شده باشند برای مقاصد آسمانی به کار میبره و به آنها قدرت میده تا در این راه موفق و پیروز باشند. وقتی همه دور پتروس و یوحنا جمع شدن، از آیه 12 اینطور میخوانیم: آنگاه پتروس ملتفت شده بدان جماعت خطاب کرد، گفت ای مردان اسرائیلی، چرا از این کار، چرا از این معجزه تعجب دارید و چرا بر ما چشم دوختید که گویا به قوت و تقوای خود این شخص را خرامان ساخته ایم؟ خیر، خدای اجداد ما بنده خود عیسی را جلال داد که شما او را تسلیم نموده او را در حضور پیلاطس انکار کردید. هنگامی که او حکم به رهانیدنش نمود، شما آن قدوس عادل را منکر شده خواستید که مرد خونریزی به شما بخشیده شود و او را که رئیس حیات بود کشتید. او که خدا او را از مردگان برخیزانید، او این معجزه را کرده و ما شاهد بر آن هستیم. و به سبب ایمان به اسم او، دقت کنید، به سبب ایمان به اسم او، اسم او این شخص را که میبینید و میشناسید قوت بخشیده است و شفا داده است. بله، آن ایمانی که به وسیله اوست این شخص را پیش روی همه شما صحت کامل داده است. پتروس رسول در اینجا به مردم میگه که شما چرا حیران و شگفت زده هستید و چرا زل زده دارید به ما تماشا میکنید؟ من و یوحنا در خودمون هیچ قدرتی نداریم. این مرد رو که میبینید شفا پیدا کرده، ما شفاش ندادیم، بلکه به اسم عیسی مسیح او رو شفا داده. خداوند او را شفا بخشیده است. و سپس میفرماید ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح توانستیم
این شخص را شفا بدهیم، ولی در حقیقت ما نبودیم، بلکه عیسی مسیح او را شفا داده است. به اسم او و به ایمان به او شفای این مرد میسر گردیده است و سپس شروع میکنه کار و هدف و مأموریت عیسی مسیح را برای آنان بیان میکنه و یا پیام انجیل مقدس را به سمع این همه مردم میرسونه. نکته قابل توجه اینه که فراموش نکنیم تمام این شنوندگان از اهل کتاب و خداپرست بودند و با تورات و پیشگویی‌های انبیاء خدا آشنایی کامل داشتند. برای همین پتروس شروع میکنه که به آنها ثابت کند که عیسی مسیح همان منجی موعودی است که انبیا درباره ظهور او پیشگو کردند که او یگان نجات دهنده جهان خواهد بود. از متن آیات چنین برمی‌آید که پتروس چهره بسیاری از این افراد را قبلا دیده بود و آنها را خطاب میکنه و میگوید اگر به خاطر داشته باشید همین چند روز پیش بود که شما عیسی مسیح را دستگیر کردید، نزد پیلاطس فرماندار رومی بردید و با اینکه فرماندار رومی میخواست او را آزاد کنه، ولی شما به خاطر تعصبتون، به خاطر جهالتتون، با فریاد زدنهاتون مانع آزادی مسیح شدید و در عوض آزادی بارنابا را خواستار شدید که یک مرد قاتل بود. میگوید شما باعث مرگ مسیح شدید، همون مسیحی که این مرد لنگ رو شفا بخشیده است. شما آن قدوس عادل را، آن کسی که عطا کننده حیات ابدی است، آن کسی که انبیای خدا در موردش پیشگویی کرده بودند، به قتل رسونیدید، ولی خدا او را از مردگان برخیزانید. خدا او را زنده کرد و ما شاهدان او هستیم. یعنی ما خود مسیح را دیده ایم که از مردگان برخاست، زنده شد و اکنون به آسمان رفته است و شفای این مرد دلیل زنده شدن عیسی مسیح، چون اگر مسیح بر نمیخواست ما هم نمیتوانستیم این معجزه را بکنیم. این معجزه شاهد واقعی قیام و رستاخیز عیسی مسیح. دوستان عزیز، این جماعت همان افرادی بودند که فریاد می‌زدند که ای پیلاطس مسیح رو مصلوب کن، خون او بر ما و فرزندان ما باد. حالا پتروس میگه ببینید چه اشتباهی کردید، ببینید چه گناهی کردید و سپس با بیان آیات تورات به آنها ثابت می‌کند که آنها مسیح موعود را رد کردند. به طوری که از آیه 17 اینطور می‌خوانیم: پتروس دقت کنید آنها را دشمنان خود نمی‌خونه، بلکه آنها را برادران خود خطاب می‌کنه و میگوید الان ای برادران عزیز می‌دانم که آن عمل را از روی نادانی و جهالت انجام داده اید. از طرف دیگه دست خدا هم در این کار بود و مطابق پیشگویی‌های کتاب آسمانی مسیح روی صلیب برای آمرزش گناهان ما جان فدا کرد، تاوان گناهان ما را داد. پس حالا توبه کنید، یعنی از گناهانتون دست بکشید و به طرف خدا برگردید تا لکه‌های گناه را از وجودتون پاک کنه و روح شما را در حضور خدا تر و تازه کند و بار دیگر عیسی را به کمک شما بفرستد که مسیح موعود می باشه. زیرا همان گونه که از قدیم پیشگویی شده است مسیح باید در آسمان بماند تا همه چیز از آلودگی و گناه پاک شود و به حال اول درآید. برای نمونه از موسی مثل میزنم که سالهای سال پیش گفت خداوند پیامبری مثل من از میان شما و برای شما میفرستد، هرچی او به شما میگوید با دقت گوش کنید و هر کس به او گوش ندهد از بین میرود. و نه فقط موسی بلکه سموئیل نبی و تمام پیغمبران بعد از او واقعی امروز را پیشگویی کردند. شما فرزندان همان پیغمبران هستید و خدا به شما هم مثل اجدادتون وعده داده که تمام مردم روی زمین را به وسیله نژاد شما برکت بده. از این جهت خدا خدمتگزار خود را اول از همه پیش شما فرستاد که قوم بنی اسرائیل هستید تا شما را از راه‌های گناه‌آلودتون برگرداند و بدین وسیله به شما برکت بدهد. حضرت پتروس برای اینکه مردم را به سوی عیسی مسیح هدایت کند به تورات مقدس مراجعه میکنه و اشاره به بعضی از پیشگویی‌هایی که در مورد عیسی مسیح شده است می‌نماید. چرا؟ زیرا می‌دانست که اگر این مردم، این شنوندگان که برای عبادت به خانه خدا آمدند، اگر صادقانه واقعاً مشتاق خدا هستند و کتاب تورات را تحقیق کردند و آن وقت بیان آن را با زندگی عیسی مسیح مقایسه کنند، به حقیقت خدا دست خواهند یافت و خواهند دانست که عیسی مسیح همان یگانه منجی و نجات دهنده بشر است که خدا
از ابتدا او را برگزید تا رهاننده جمیع انسانها از گناهان باشه. دوستان عزیز، کلام خدا از قدرت عظیم روح خدا توسط رسولان سخن می‌راند. به خاطر پایان گرفتن وقت اجازه می‌خوام که دنباله موضع پتروس یوحنای رسول را براتون در برنامه آینده بخونم و بعد ببینید که چگونه خدا به وسیله این دو نفر که چندی پیش از ترس خود را پنهان کرده بودند ولی حالا آشکارا در عبادتگاه مقدس، جایی که مرکز متعصبین یهودی بود، داشتن بشارت انجیل مقدس رو میدادن و چگونه مردم متوجه خطایاشون میشن و توبه میکنن و به عیسی مسیح ایمان میآورن. دوستان عزیز، این مردم که پیام خدا را شنیدن به خودشون نگاه کردن، به اعمالشون، به قلبشون توجه کردن و دیدن که به راستی گناه کردن، به راستی خطا کردن و به راستی جان بیگناهی را کشتن، یعنی عیسی مسیح را. می‌دونید چیکار کردن؟ از اینکه پتروس و یوحنای رسول گناهان و خطایا و عیب‌های آنها را به آنها نشون داد، ناراحت نشدن و پتروس رو نکشتن، بلکه اومدن توبه کردن و به پتروس گفتن، به یوحنا گفتن که ای برادران چه کنیم؟ سوالی که دارم این است که آیا شما که کلام خدا را با ما میخونید، مطالعه میکنید، متوجه شدید که گناه کردید و نیازمند بخشش خدا هستید؟ و یا اینکه وقتی که کلام خدا را میشنوید و میبینید کلام خدا با شما سخن میگوید و میگه گناهکارید، شما عصبانی میشید و رادیو رو خاموش میکنید؟ خدا کند که اجازه ندهید تعصب بر شما غلبه کنه، بلکه روح فروتنی شما را فرو بگیره و به حضور خدا بیایید با روح ندامت و شرمندگی و تقاضای بخشش و مغفرت کنید و به مسیح ایمان بیاورید تا روح خدا بر شما نازل شود و با قدرت خدایی زندگی پاکی رو داشته باشید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و چشم انتظار نامه‌هاتون هستم. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.